سلام، با شما شوکتی محمد هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت به مصرف بیهوده در جشن استقلال کشورش راه نمیدهد. مبلغی به این جشن جدا شده را که معادل 12 میلیون دلار است به معاش کارمندان وزارت دفاع اضافه میکند. بانکینگ اسلامی و خلاقیت دادر عروسی رئیس جمهور حسن اسدالله زاده. شرکت هواپیمایی سامان ایر از خریداری هواپیمای باینگ 737 ماکس دست کشیده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد کرد پرده حربی که با مصرف 300 میلیون گریون معادل 12 میلیون دلاری که میباید در جشن استقلالیت اوکراین مصرف شود لغو گردد و این مقدار مبلغ به معاش کارمندان وزارت دفاع کشورش علاوه گردد. زلنسکی گفت که با وجود لغو مصرف مبلغ هنگفت در پرده حربی جشن استقلالیت تجلیل می شود ولی به گونه دیگر و خاکسارانه برگزار خواهد شد. Зазвичай 24 серпня. به جای برگزاری جشن پرمصرف روز 24 آگوست بهتر است ما باید همین 300 میلیون گریون مبلغ برای تجلیل روز استقلال جدا شده را به قهرمانان ما و حربیان نمانده ایم. ما به سربازان قطاری، کورسانت‌ها، سرژانت‌ها، افسران نمانده ایم و در آینده همین گونه همه سال این را به راه مانیم. با وجود لغو مصرف مبلغ هنگفت برای پرده حربی حتما روز استقلالیت تجلیل می شود ولی به گونه دیگر و فرمت نو. Будемо святкувати День Незалежності, теж будемо, але буде новий формат. پیشنهاد پرزیدنت اوکراین را اکثر مردم این کشور در شبکه‌های اجتماعی با استثنای عده کم استقبال نمودند. باید گفت سالهای اخیر در اوکراین به مناسبت عید استقلال در مرکز کیف گذری با تنطنه حربیان برگزار می شود. هرچند به درجه شکوه و شهامت روز استقلالیت تاجیکستان تجلیل نمی شود ولی طور پرزیدنت اوکراین می گوید 12 میلیون دلار مصرف داشته است. اکنون تصور کردن مشکل است که برای تجلیل روز استقلالیت تاجیکستان چند میلیون دلار بی برکش صرف خواهد شد. در تاجیکستان بر ضمن اینکه روز استقلالیت در مراسم رسمی گشت یا پرده حربی در پایتخت از 16 تا 20 هزار جزء و تام‌های مختلف با شمول بانوان نظامی اشتراک می‌کنند، همه سال در تشکیل این جشن تا 50,000 نفر دانشجویان و مکتبخوان‌ها نیز سفربر می‌شوند. طور مقامداران به رسانه‌ها گفته بودند برای شرکت در برنامه‌های جشن استقلالیت امتیازهای پولی هم داده می‌شود. برای مراسم تمرین یا به اصطلاح مارشیروفکا دانشجویان در موسم تعطیل با طور اجباری جلب می‌شوند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد کرد که پرده حربی که 300 میلیون گریون معادل 12 میلیون دلاری که میباید در جشن استقلالیت کشورش اوکراین صرف شود لغو گردد و این مبلغ به معاش کارمندان وزارت دفاع کشورش علاوه گردد. زلنسکی گفت با وجود لغو مصرف مبلغ هنگفت به پرده حربی جشن استقلالیت تجلیل خواهد شد ولی به گونه دیگر خاکسارانه برگزار خواهد شد. با جای مارشیروفکاهای اجباری دانشجویان، پرادهای حربی اسکران و افسران خوب میشد همین تجربه را در تاجیکستان نیز عملی میکردند. با جای مبلغ‌های هنگفته که در جشن استقلالیت صرف میشود برای ایجاد کار و ساختمان کارخانه‌ها استفاده شود. اگر شرایط اقتصادی اوکراین را با تاجیکستان قیاس کنیم، تاجیکستان از جهت اقتصادی چندین برابر از اوکراین بیچاره تر است. در اوکراین از 20 کارخانه‌ای که به کارخانه‌های کلانترین این کشور شامل می‌شوند، کارخانه کانسنترال در جای 20 می ایستد و 4500 نفر کارگر دارد. این کارخانه نزدیک به 2% محصولات نیروهای عضلاتی نیاز عالم را استحصال می‌کند و به زیاده از 60 کشور جهان محصولاتش صادر کرده می‌شود. در 20گانه کلانترین کارخانه‌های اوکراین، کارخانه ارسلار میتال
30,000 کارگر دارد و یکی از بزرگترین کارخانه متالورگی در جهان می باشد. کارخانه مشهور استحصال هواپیمای انتونوف در جای پنجم می ایستد و 13,000 کارگر دارد. حالا که در کلانترین کارخانه تاجیکستان تالکا حدود 6,000 نفر کارگر کار می کنند و روز از روز اختصارشوی های کارگران به قید گرفته می شود. با اینقدر توانمندی اوکراین کوشش می کند مصرف بیهوده را از بین برد. اما همانا تاجیکستان به جای آفریدن جای کار و بنیاد کارخانه نه فقط برای روزی استقلالیت بلکه برای جشنهای کدو و خربوزه، عسل و چکنو و هاکذا میلیون ها سامانی مصرف بیهوده دارد. در تاجیکستان بانک اسلامی افتتاح می شود. با در نظر داشت اینکه همه بانک های کشور به عائله رئیس جمهور تعلق دارند، بانکداری اسلامی هم منپالی عائلوی می شود. من بعد عائله نه تنها در بیزنس های بزرگ بلکه کوچکترین بیزنس ها هم که با قرض گرفتن از بانک اسلامی فعالیت کند شریک خواهد بود. بارها کارشناسان مسئله تأسیس بانک اسلامی در تاجیکستان را بررسی و اظهار ناراحتی کردند که تا حال بانکی که طبق شریعت کار کند در تاجیکستان راه اندازی نشده است. ناراحتی آنها هم جای دارد. اکثر مردم بنابر ربا را حرام دانستن اسلام از گذاشتن پولهایشان به بانک ها خودداری می کنند. از طرف دیگر خطر احتمالی در سیستم اسلامی بانکداری به مراتب از بانکداری معمولی کمتر است. قرض گیرنده در این سیستم به قرض دهنده ربا نمی دهد بلکه قسمتی از فایده بیزنسش را در اختیار بانک می گذارد. ضرر هم در این سیستم بین دو طرف متناسباً با فایده تقسیم می شود. البته اگر تاجیکستان این نظام را تغییر ندهد. بانک رشد تاجیکستان شرکت تابع تاجیک صادرات بانک نیت داشت چنین سیستم بانکداری را راه اندازی کند، ولی بحرانی که تاجیک صادرات بانک را از پا درآورد این ایده را هم عملی ناشده به جای گذاشت. باید گفت بانک رشد تاجیکستان را تاج‌الدین پیروف سال 2012 از تأمین رحمان به عوض 16 میلیون دلار خریده بود. ولی این ایده را صاحبکار بانک سهامی و تجاری دستگیری صاحبکاری زود به کار گرفت. ماه اکتبر سال 2017 این بانک اعلان کرد که نیت دارد در آینده با اصول بانکینگ اسلامی فعالیت کند. در این کار به صاحبکار بانک کارپوراسیون اسلامی رشد بخش خصوصی ICD که به گروه بانک اسلامی رشد وارد است کمک خواهد کرد. اینجا سوال به میان می آید که سبب ابتکار تشکیل بانک اسلامی از جانب عائله در چی باشد؟ این غمخواری به مردم دیندار کشور است یا وسیله نظرفریبی؟ مسئله را کارشناس امور دینی و سیاسی محمد اقبال صدرالدین برایمان توضیح می دهد. در مورد تأسیس بانک اسلامی از طرف عائله این را میخواهم بگویم که واقعا هم دست و پنجه این عائله نه فقط با آنچه که در کشور وجود دارد رسیده است یا اینکه میخواهند کاملا تسلط بر اون پیدا کنند، حتی با آنچه که مربوط به معاملات میانی مردم است، اون اگر بدین ارتباط داشته باشد، اون به هر مسئله ارتباط داشته باشد، حتما باید افراد این عائله در اون مسئله سهیم باشند و با نام دین توانند که از مردم پول بستانند. و در حالتی که مسئله نظام بانک اسلامی یک مسئله است که اگر ضرر صورت گرفت هر دو طرف ضرر میکند. آیا شما فکر دارید که وقتی بانک اسلامی تشکیل کردن در تجارت ضرر شد، صاحب بانک اسلامی تشکیل نموده با اون ضرر بانک هم به مانند شخصی که مبلغ گذاشته است اون ضرر را متحمل می شود؟ پس اینجا سوال می آید که عائله هرگز نباید ضرر کند و تشکیل این من نمیدونم که آیا با منفعت مؤسسین این باشد یا نباشد. خوب در این مسئله وقت آن را نشان میدهد که باز چیکار میکنند. در تاجیکستان که یک کشور مسلمان نشین بوده ساختار دولتداریش دنیوی است، سیستم بانک اسلامی را چگونه پیاده میکنند؟ در حالت عدم بانک اسلامی مسلمانان چگونه معامله بانک انجام میدهند و یا از بانک چگونه قرض میگیرند؟ آنچه شریعت اسلامی در مورد ربا در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی با وضوح در این مسئله در 28 آیت قرآنی
فرموده است و حرام بودن ربا را کاملا اظهار داشته و مسلمانان را از گرفتن ربا کاملا منع نموده است و حتی آنچنان وضع را وخیم ارزیابی نموده است که شخصان رباخوار را اعلان نبرد از جانب الله و پیامبر یعنی خوانده است الله سبحانه و تعالی. پس این مسئله واقعا هم یک مسئله خیلی وخیم است و مسلمانان کشور در این مسئله آنانی که در مورد حلال و حرام کمی میخواهند دقت جدی بدهند معامله با بانک های ربوی را اصلا نمیخواهند. دامولا محمدی قمسنگیری رحمت الله علیه در مورد معامله نمودن با بانک های ربوی را طبق فتوای مذهب اجازت داده بودند و آن هم به این خاطر بود که دولت تاجیکستان دولت اسلامی نیست، یعنی نظام حکومت داریش اسلامی نیست و چون این بانک اگر دولتی باشد و افراد شهروندان کشور می توانند معامله کنند با این بانک ربوی، ولی اگر بانک شخصی باشد مسلمان نمی تواند که با بانکی یا با شخص مسلمان ربا دهد یا ربا بگیرد. خوب پس مسئله را دقت جدی بدهید که اگر شخص طبق البته فتوای مذهب یا اینکه طبق اون فتوایی که سالهای قبل یعنی از طرف دامولا محمدی قمسنگیری و البته ایشون نوردین جان هم و دیگر بعضی یعنی علمای کشور هم در این مسئله اظهار نظر کرده بودند و برای پیشبرد تجارت این فتوا را صادر نموده بودند. برای چی؟ برای اینکه مردم در حالت ناگوار قرار نگیرند و معامله نمودن با این بانک ها. خب وقتی که حسن اسدالله زاده یا اینکه افراد عائله امام علی مسلمانند، وقتی که تأسیس بانک میکنند، بانک شخصی، معامله هر مسلمان با این بانک ها یعنی کاملا مشخص است که حق ندارند معامله کنند. پس افتادند برای تأسیس یک بانک اسلامی تا اینکه توانند با این راه یعنی باز هم در یعنی اقتصاد کشور را اداره کنند. خوب این مسئله روشن شد. درباره تاریخ بانک اسلامی و ریشه شرعی آن حرف می‌زدید. البته بانک اسلامی منافع خوب دارد و برای مردم هم زیان و ضرری ندارد و البته این را باید بفهمیم که نه اینکه بانک سال 1694 از طرف اروپایی ها اولین بار تأسیس شده است، بلکه بانک اسلامی اولین مؤسس و آن عمل هایی که انجام داد در مورد این بانک زبیر ابن عوام رضی الله عنه بود که از مکه یا مدینه پول را میدادند به او و از مصعب ابن زبیر در عراق از اون مبلغ رو می‌ستوندند و چون این فرعها یا اینکه بخش‌های در مدینه، مکه و بسیاری مناطق هم وجود داشت. حالا صاحبکار بانک اعلان کرد که نامش را به توحید بانک تبدیل می‌دهد. روند تبدیل دهی نام بانک در مرحله انجام‌یابی قرار داشته، درخواست رسمی برای گرفتن اجازتنامه بانکداری اسلامی به بانک ملی تاجیکستان ارسال شده است. آغاز عملیات‌های بانکداری اسلامی بعد گرفتن اجازتنامه بانک ملی تاجیکستان و انجام وصل نظام اتوماتیک کننده بانکداری اسلامی در نظر است. رهبر و چهره بانک شیرعلی زردوف است که تجربه کار در ساحه بانکداری دارد، ولی جانشین اولی او محی‌الدین حسن‌زاده جنی همسر رئیس جمهور و پسری حسن اسدالله زاده است. به این وظیفه او 15 مارس سال 2017 تعیین شده است. اگر برای رسیدن به چنین منصب در ساحه مالیه تجربه بزرگ کاری لازم است، برای عقل بزرگ محی‌الدین حسن‌زاده تجربه درخور نیست. کریر کسبی در ساحه بانکداری تاجیکستان را حسن‌زاده سال 2014 و در حال در موقع رهبری شعبه پروژه های سرمایه گذاری دپارتمنت قرضدهی امانت بانک آغاز کرده است. از ژانویه سال 2016 تا مارس سال 2017 در کرسی نایب رئیس هیئت مدیریت جمعیت سهامی کشاده صاحبکار بانک نشسته است. در همین حال تا کجا متخصص مالیوی بودن او سؤال مطرح است. حسن‌زاده در کالج انگلیسی کوین اسلبورگ است تحصیل کرده، دانشگاه روسترین را با اختصاص مارکتینگ و دانشگاه سلوونی روسیه و تاجیکستان را با تخصص حقوق شناس ختم کرده است. همه کارمندان دیگری صاحبکار بانک هم از آریان بانک و تالکو آمده‌اند. نایب رئیس شاکرجان انوروف کریر کاریش را
سال 2007 در شرکت الومین براری تالکا در وظیفه جانشین ریاست استحصالات آغاز کرده است. دیرتر به آریان بانک دعوت می شود و از اپراتوری بخش انتقال پولی ریاست عملیاتی آغاز نموده تا سردار مرکزی حساباتی آریان بانک می رسد. کل شورای ناظران هم سابق کارمندان شرکت های گوناگونی حسن اسدالله زاده هستند، مثل شرکت اسماعیل سامانی عصر 21، نمایندگی شرکت گیمیده اینداستریز LTD، آریان بانک و غیره. سرمایه صاحب کار بانک و حالا توحید بانک به 81 میلیون سومانی می رسد. بانک ملی درباره این بانک معلومات پیشکش نمی کند. اکنون مختصر از خبر و رویدادهای دیگر همکارمان صفیه واحدова به شما گزارش می دهد. کشور ژاپن به تاجیکستان 90 عدد ماشین یوری تعجیلی با ارزش 7 میلیون دلار خواهد داد. در این باره بین حکومت تاجیکستان و ژاپن سازشنامه گرانتی به امضا رسیده است. سازشنامه گرانتی از جانب وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده و رهبر آگنتی ژاپن دایر به همکاری‌های بین‌المللی جیکا در جمهوری تاجیکستان هیدکی تانابه به تصویب رسید. این گزارش را دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه تاجیکستان رسانه‌ای کرده است. طبق منبع در دایره لایحه مذکور 90 عدد ماشین‌های یوری تعجیلی که با تمام تجهیزات ضروری طبی مجهز هستند به تاجیکستان آورده می‌شوند. در نظر است که این ماشین‌های یوری طبی میان همه بیمارخانه‌های کشور تقسیم شوند. یک تاجر ازبکستانی تصمیم گرفته است که در تاجیکستان برای ساختمان کارخانه خردی فلزات‌گدازی به مقدار نزدیک به 2 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. در این باره وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر داده است. گفته می شود آخر سالهای گذشته طرح شرکت آهنکاری ازبکستان درباره تشکیل کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت پذیرفته شده بود. در نظر است این کارخانه با تجهیزات زمانوی مجهز گردیده موادی که در آن تولید می شوند برای ادامه کارکرد بعدی به ازبکستان صادر خواهد شد. فرانسه مبلغی از فروش اموال گلنار کریمووا حاصل شده را به حکومت ازبکستان می دهد. در این باره رسانه‌های فرانسه روز 9 ایول خبر دادند. به گفته نیکولیا بایتو، دادستان فرانسوی، منزل‌های گلناره در پاریس، ویلا در منطقه سنتروپ و قصر دگروسه واقع در نزدیکی ورسال به فروش رفتند. مفتشان فرانسوی آشکار کردند که این اموال از حساب پاره‌های از شرکت‌های خارجی رویانی داشته خریداری شدند. به گفته دادستان نیکولیا بایتو، گفتگوها میان ازبکستان و فرانسه در مورد اموال کریمووا 18 ماه ادامه کردند. منزل گلناره کریمووا در پاریس بهار سال جاری به قیمت 14 میلیون یورو به فروش رفته است. این ارزش 2 برابر کمتر از قیمتی است که گلناره آن را خریده بود. به اطلاع رسانه‌های فرانسوی، گلناره کریمووا دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف منزلش در پاریس را 31 میلیون یورو، ویلا را 2 میلیون و 400 هزار یورو و قصر را 28 میلیون یورو خریده بود. شرکت هواپیمایی سامون ایر از خریداری هواپیمای بوینگ 737 مکس با بهانه طول کشیدن از نو برقراری آن و ناباوری مردم به این نوع هواپیما دست کشیده است. در این باره سایت ژورنال فوربس خبر می‌دهد. گفتنی است که بعد 2 صدمه در اندونزی و هواشیستان که باعث مرگ 346 نفر گردید، باوری به هواپیمای مکس بسیار پایین رفته است. این اندیشه بین کارشناسان منتشر شده است که بوینگ مشکلی سیستم کنترل پروازها در طیاره‌اش را نادیده گرفت و با فشار بالای نظارتگری آویاسیونی آمریکا نائل به ادامه پروازها حتی بعد صدمه دوم شد. شکل پوره این مطلب را می توانید در پایگاه ما payom.net بخوانید. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست و با شما خداحافظی میکنم. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه payom.net و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد، ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. با امید کامیابی‌ها. خیر تا روز دیگر.